مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. عن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني على جيش ذات السلاسل. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. رواه مسلم، أو كما قال: صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه که پیرامون فضائل سیدنا عمر رضی الله عنه هست، که در برنامه‌های گذشته هم پیرامون فضائل بود، این جلسه سوم هست پیرامون فضائل سیدنا عمر. شما را در این برنامه‌ای که از خود شماست، برنامه الگوهای هدایت، خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون ترس و وحشت شیطان از سیدنا عمر رضی الله عنه اشاره نمودیم و ارتباط به این که رسول معظم اسلام فرمودن کارهای عمر الهام شده هست و اگر الهام شده در این امت باشد آن عمر هست، و همچنین به این که رسول معظم اسلام فرمودن من هیچ قهرمانی مانند او ندیدم، که این بحث قهرمانی سیدنا عمر را نشان میدهد. در برنامه گذشته اشاره مختصر داشتیم. حالا پیرامون غیرت سیدنا عمر. سیدنا عمر چگونه غیرت دارد؟ غیرت سیدنا عمر و بشارت دادن رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم او را به کاخ یا به قصر در بهشت. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که من در خواب دیدم. در بعضی از روایات می آورد که رسول معظم اسلام در شب معراج این قصر را مشاهده نمودند، و در بعضی از روایات، خصوصا روایت مسلم، می آورد که رسول معظم اسلام فرمودند من در خواب دیدم. در از این شکی نیست که خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم و بیداری رسول الله صلی الله علیه و سلم، چیزی که اونها میدیدن
همه خوابشان رؤیای صالحه بود و چیزی که میگفتن و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرمودن که در خواب دیدم که وارد بهشت شدم و از اون چیزهایی که برای من نشان داده میشد ناگه چشم من افتاد به یک قصری، به یک کاخی و من پرسان کردم که این از کیست و این جای کیست؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن که برای من بیان شد که این از عمر هست، از عمر رضی الله عنه. رسول معظم اسلام می فرمایند فاردت ان ادخله فانظر الیه فذكرت غیرتک. سبحان الله. من میخواستم داخل شوم و اراده داخل شدن را داشتم که او را ببینم چگونه کاخ است، چگونه قصر است و به یاد آوردم غیرت تو را ای عمر. داخل نشدم. سبحان الله. فقال عمر، در روایات می آورد که فبکا عمر گریه می کند، اشک می ریزاند و بعد می گوید که به ابی و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما، اعلیک اغار، غیرتم بر شما نیست یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. سیدنا عمر گریه می کند که یا رسول الله شما چرا چنین میگویید؟ پدر و مادرم فدای شما. سبحان الله. ببینید توصیف غیرت سیدنا عمر را که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میخواهند از این جمله خود او غیرت سیدنا عمر، شجاعت سیدنا عمر را بیان کنند که این مرد ساده نیست که شما فکر میکنید که این ساده هست، در حالتی که چیز واضح و مسلم است که غیرت پیامبر، شجاعت پیامبر، همه اینها بالاتر و بالاتر از غیرت عمر هست، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوان که این موضوع را بفهمانن و بیان کنن که اوج غیرت و شجاعت سیدنا عمر را. خیلی مسئله مهم است که رسول الله میفرمایند من میخواستم که وارد این قصر و این کاخ شوم ولی به یادم آمد از غیرت تو وارد نشدم. و ادب عمر را ببینید که فبکا عمر فقال ابی و امی یا رسول الله، گریه می کند و میگوید پدر و مادرم فدای شما، این غیرت بر شما نیست، یعنی این غیرت من نیست که خدای این خواسته که بر شما استفاده شود. عمر خادم شما هست، خدمتگار شما هست و ذره غیرتی هم که عمر داره از شما آموخته یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس این به طور نمونه غیرت سیدنا عمر. محبوب ترین شخص به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از ابوبکر کی هست؟ در این حدیث که عمرو بن عاص روایت میکنه که وقتی که من راهی جیش ذات السلاسل شدم و آمدم به محضر نبی کریم صلی الله علیه و سلم و رسول الله گفتم که ای الناس، و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ای الناس احب الیک، محبوب ترین انسان به نزد تو کی هست یا رسول الله؟ عمرو بن عاص پرسان میکنه محبوب ترین کی هست؟ رسول معظم اسلام فرمودن عایشه، محبوب ترین انسان به نزد من عایشه هست رضی الله عنها. قلت من الرجال، عمرو بن عاص میگه که گفتم یا رسول الله هدف من از مردها بود
کی هست؟ فرمودن ابوها، پدر عایشه، یعنی ابو بکر رضی الله عنه. ثم من، بعد از ابو بکر کیست؟ فرمودن که عمر. بعد از ابو بکر محبوب ترین انسان به نزد من رسول معظم اسلام فرمودن که عمر هست. عمرو بن عاص میگه فعد رجالا، بعد از عمر دیگه چند نفر دیگر هم نام گرفتن که فلانی و فلانی و فلانی. محبوب ترین انسان به نزد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بعد از ابو بکر کیست؟ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می باشد. پس غیرت سیدنا عمر را دانستیم، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به سیدنا عمر دانستیم که به صراحت بیان میکنن که محبوب ترین شخص از رجال به نزد من ابو بکر هست، بعد از ابو بکر عمر می باشد که بعداً بیان میکنن که بعد از عمر فلان و فلان و فلان، که در حدیث می آورد که فعد رجالا، چند نفر دیگری را هم نام بردن و نام گرفتن. عمر رضی الله عنه و دریافت ورود به بهشت، مژده دادن به بهشت. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای سیدنا عمر مژده بهشت میدهند که تو وارد بهشت میشوی. این چگونه مژده است و چگونه مژده داده شده است؟ این مژده دادن ورود به بهشت که سیدنا عمر وارد بهشت می شود ان شاء الله بعد از یک میان برنامه بیان می شود. با ما باشید. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. خدمت همه عزیزان مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پیرامون فضائل سیدنا عمر هست. ارتباط به غیرت سیدنا عمر اشاره کردیم، ارتباط به این که محبوب ترین انسان به نزد رسول معظم اسلام بعد از ابو بکر صدیق عمر فاروق هست. و موضوع عمر رضی الله عنه و دریافت مژده ورود به بهشت. سیدنا عمر مژده بهشت داده می شود.
ابو موسی اشعری رضی الله عنه میگوید که من با رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در یکی از باغهای مدینه بودیم. در یکی از باغهای مدینه با رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داشتیم که مردی در زد، یعنی دروازه باغ به صدا در آمد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند ای ابو موسی، برو دروازه را باز کن. هر انسانی که پشت دروازه بود اجازه بده که بیاید داخل و برایش مژده بهشت را بدی. بگو تو اهل بهشت هستی، اهل جنت هستی. ابو موسی اشعری رفت دروازه را باز کرد، دید که سیدنا ابوبکر صدیق هست. الله اکبر. به سیدنا ابوبکر صدیق مژده بهشت داد، گفت تو اهل بهشت هستی. و سیدنا ابوبکر صدیق گفت که الحمدلله، تمام حمدها، ستایشها، همه زیبایی ها از آن او ربی که ای فضل را شامل حال من گردانید. سیدنا ابوبکر صدیق آمد در کنار رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم قرار گرفت. لحظات نگذشته بود که دوباره دروازه باغ به صدا در آمد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به ابو موسی اشعری گفتن برو دروازه را باز بکن، هر کس که بود برایش مژده بهشت بده و بگو که تو اهل بهشت هستی و بعد برایش اجازه بدی که بیاید داخل. حالا پشت این دروازه کی هست؟ کیست که ابو موسی اشعری دروازه را به رویش باز می کند و مژده بهشت برایش می دهد؟ وقتی که دروازه را باز می کند که پشت دروازه سیدنا عمر رضی الله عنه استاده است. ابو موسی اشعری به سیدنا عمر مژده بهشت می دهد و می گوید رسول معظم اسلام فرمودن که تو اهل بهشت هستی و تو به بهشت وارد میشی و اهل جنت هستی. سیدنا عمر سر به آسمان می کند و می گوید الحمدلله، تمام حمدها و ستایشها، همه زیبایی ها از آن او ذات است که این نعمت را و این فضل را نصیب من گردانید. سیدنا عمر رضی الله عنه وارد باغ می شود و می آید در کنار سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه و سلم قرار می گیرد و می نشیند. سبحان الله، چی مجده، چی بشارتی و چی فضلی که الله سبحانه و تعالی شامل حال ابوبکر و عمر گردانیده است. و همچنین از جمله فضائل سیدنا عمر رضی الله عنه موضع‌گیری عمر در روز وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. عمر رضی الله عنه چی عشقی به نبی کریم صلی الله علیه و سلم دارد، چی محبتی به نبی کریم صلی الله علیه و سلم دارد. وقتی که خبر وفات نبی کریم صلی الله علیه و سلم پخش می شود، این خبر وفات رسول خدا همچون صاعقه در مدینه می پیچد و مردم را مصیبت زده می کند. خبر فوت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای
بسیاری از مسلمان ها خصوصا به سیدنا عمر رضی الله عنه غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل بود. خیلی مهمه وقتی که عاشق معشوق را از دست میدهد سراسیمه می شود. وقتی که عاشق معشوق را از دست می دهد نمیداند چی بگوید. الله اکبر. سیدنا عمر سر تا پایش عشق محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. وقتی که خبر فوت رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه پخش می شود سیدنا عمر می گوید والله قسم اگر کسی بگوید که محمد فوت کرده گردنش را میزنم. محمد فوت نکرده و محمد فوت نمی کند. مثل حضرت موسی رفته به ملاقات الله سبحانه و تعالی و پس برمی گردد. چرا عمر چنین میگوید؟ چون لحظه طاقت دوری رسول الله صلی الله علیه وسلم را ندارد. چنان عشق محمد و رسول الله در وجود سیدنا عمر بود که تحمل شنیدن چنین حرف را سیدنا عمر نداشت. و در این اثنا وقتی که چنین میگوید سیدنا ابوبکر صدیق می آید. سبحان الله، چی صبری، چی بردباری و چی سینه فراخی سیدنا ابوبکر دارد. می آید در حجره رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیشانی رسول الله را بوسه می زند و می گوید که بعد از این دیگر دوباره مرگ به سراغت نخواهد آمد. و برمی گردد و می بیند که عمر سراسیمه هست و فریاد می زند. سیدنا ابوبکر صدیق استاده می شوند و خطبه را ایراد می کنند و بعدا این آیه مبارکه را می خوانند: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نکته مهم اینجاست، عمری که چنین فریاد میزند که اگر کسی بگوید محمد مرده سرش را میزنم. سیدنا عمر چقدر تسلیم قرآن هست، چقدر تسلیم قول خداست. ابو هریره روایت میکند که وقتی که در آن روز این واقعه شده بود و سیدنا عمر چنین گفت و بعدن که سیدنا ابوبکر صدیق خطبه را ایراد کرد و گفت، سیدنا عمر میگوید که وقتی که این آیه را شنیدم پاهایم بی اختیار گردید و نقش زمین شدم و یقین نمودم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات نمودم. سبحان الله. وقتی که آواز و صوت قرآن را میشنود سیدنا عمر چی زیبا تسلیم قرآن هست، چقدر تسلیم قرآن هست و میگوید وقتی که شنیدم پاهایم بی اختیار گردید و من بر زمین افتادم و اینجا یقین کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف برده. ببین چی محبت سیدنا عمر به رسول الله صلی الله علیه و سلم که او را از اختیار بیرون می کند، از کنترل بیرون می کند و فریاد می زند و لحظه ای که آیه قرآن را می شنود پاهای مبارک سستی می کند و بر زمین می افتد، چون می داند که
مدتی از معشوقش دور می شود. الله سبحانه و تعالی آن عشقی که صحابه و یاران رسول الله به رسول الله داشتن به ما هم عنایت بفرماید. الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق بدهد که ما هم ابوبکروار در مقابل مصائب و مشکلاتی که بر سر امت می آید ما هم ثابت قدم باشیم، چون رسول الله فرمودن به هر کس هر مصیبتی که میرسه و میخواه که او استقامت و ثابت قدمیت خود را از دست بدهد یادش از فوت من بیاید. بزرگترین مصیبت بر امت اسلامی فوت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. الله سبحانه و تعالی ما را پیرو واقعی سیدنا عمر و سایر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین بگرداند. این به طور خلاصه و فشرده پیرامون موضعگیری سیدنا عمر در روز وفات و همچنین پیرامون این که محبوب ترین انسان نزد رسول الله بعد از ابوبکر عمر هست و همچنین ارتباط به غیرت سیدنا عمر که رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کردن. الله سبحانه و تعالی همه ما از غیرت سیدنا عمر بهره‌مند بگرداند. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بدهد مثل که عمر محبوب رسول الله شد ما هم اعمال را انجام بدیم که محبوب خدا و پیامبر بشیم. الله سبحانه و تعالی برای همه ما در راستای دین و در راستای اسلام و قرآن توفیق بدهد که ثابت قدم باشیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له